از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 2 نفر صاحبکاری خورد که با نگهداری گوشت ویران شده و فروش مواد غذایی از آن مشغول بودند بازداشت گردیدند. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. سانه 26 مای سال جاری در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی از طرف کارمندان ریاستی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان هنگام فروش 700 کیلوگرم گوشت تراشیده کله چاروا شهروند پولاتوف عزیزجان حسن جانویچ سال تولدش 2001 زاده و ساکن ناحیه باباجان غفوروف جماعت دهاتی غازیان کوچه فرانزه خانه 17 دستگیر کرده شد. نام برده همچون میانه برای دریافت نمودن مبلغ مفت 700 کیلوگرم گوشت تراشیده کله چاروای شاخدار را که مهلتش گذشته و برای استعمال ضررآور بود از ساکنی دیگری همین جماعت تاجیبایف عبدالخالق عبدالغفورویچ سال تولدش 1987 خریداری کرده برای روان کردن به شهر دوشنبه به مبلغ 14,000 سامانی فروخته است. پولاتوف عزیزجان حسن جانویچ ضمن فروشی محصولات مذکور از جانب کارمندان مقامات امنیت دستگیر گردیده هنگام دادن مبلغ گوشت فروخته شده ساکن دیگری جماعت مذکور تاجیبایف عبدالخالق عبدالغفورویچ دستگیر گردید. هنگام از نظر گذرانی منزل استقامتی نام برده واقع در جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفوروف به مقدار 2 تن و 350 کیلوگرم گوشت تراشیده کله چاروای شاخدار که مهلتش گذشته و در 13 یخدان‌ها جایگیر شده بودند آشکار کرده شدند. من از سال 2018 اینجا قصاب میکردم. قصابو رفته گاو میکشتم 10 سامان 20 سامان سونیم کالایی گفته حدوال کرده میفروختم. سون عزیزجان بعد یک ماه یکون معاش سون گفت که اگه با محمد دکار گشت گفت همایلش فتم چند قدر گم 700 کیلو با این گفت همایلش من میتونم فتم کجا میبری گم اگر من دوشنبه کلی افتم گفت همایلش من میتونم فتم اما پلش گیر سونی من آیکون تلفن کنم سونی بدو میتونم فتم آی تلفن کنم پلگیستان گفت دادم 75 کیلو 20 سامانی دادم سونی 700 کیلو 17 سامانی مایلش پافت دادم 11,900 سامان گشکالی کم کردگی. جای نگهداری محصولات مذکور در منزل زیست نام برده تماما به طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی و اینچنین استانداردهای مقرر بوده دولتی جوابگو نمی باشند. تاجیبایف کالاهای چاروای شاخدار را از بازارهای پنجشنبه شهر خوجند و بازارهای شهر کنیبادام خریداری کرده در منزل استقامتیش به رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی در یخدانها جایگیر نموده نوابسته از گذشتن مهلت چندین ماهه نگهداری برای آماده نمودن سیخ کباب و سمبوسه در دهه‌های نیازبک لاهوتی شهر کنیبادام و حدود ناحیه باباجان غفوروف می‌فروخته است. ما می‌خواستیم به دوشنبه بار فرستانیم باری گوشتی همراه که خالقم بعد همسایه میشود بعد دوشنبه زنگ زدم ما دوشنبه گوشت روی میکردیم بعد درونی گوشت شش جای دوشنبه آمده دیدن درونی گوشت کریم برآمد یکم مراتبه 175 کیلوگرم گرفتم گوشت کاله روی کردم بارم گذشت بعد دویم دفعه 700 کیلوگرم پاره کردم که دستگیر شدم 700 کیلوگرم گوشت رو ما در درون قابچه زده بودیم امون را کشادن که رها خریدارا ای درونش کریم برآمد. من غیر از این در ناحیه شوراباد ولایت ختلان یک جا داشتم من در اونجا ششلیک میکردم ششلیک قیمه گرم 13 سوم بود گوشتینم 14 سوم بود گوسپندین گوشتینم 15 سوم بود. من دویم دفعه این کارم رو کرده دستگیر شدم استخوان پشیمانم دیگه در این کار دست نمیزنم. در محصولاتی که برای قیمه نمودن و به فروش برآوردن نگاه می داشت پارازیت‌ها به مشاهده رسیدند. برای میانروی کردنش به شهر دوشنبه دیده و دانسته روان نمودن 700 کیلوگرم گوشت کرم زده به شهروند تاجیبایف عبدالخالق عبدالغفورویچ به مبلغ 12,000 سامانی و به شهروند پولاتوف عزیزجان حسن جانویچ 2,000 سامانی مبلغ فایده می مانده است. مقدار پوره گوشت همگی 2 تن و 380 کیلوگرم می باشد.
عمل و رفتار چنین اشخاصی با راهی مفت و غیر انسانی به دست درآوردن مبلغ‌های هنگفت که دیده و دانسته به سلامتی انسان ضرر می‌رساند کس را به حیرت می‌گذارد. با دیدن چنین نوارها به خلاصه آمدن ممکن است که اگر این حالت از جانب مقامات دخلدار پیشگیری و بازداشت نمی‌شد، محصولات گوشت ویران شده و غیر طلبات سانیتری به شهر دوشنبه و تابع آن وارد گشته در شکل سیخ کباب به مردم فروخته می‌شد. ما این کارهایی که دیگه صد شایم که من همین آدم من بینا کارو دست هست. این کردار و فعالیت شهروندی بالا ذکر شده باری نخست نبوده. با گفت خود او این الکی چندین مراتب است که در شهر ناحیه‌های ولایت سوخت و بعضا منطقه‌های ولایت ختلون مثلا ناحیه شمس‌الدین شاهین به فروش رفته است. بینندگان عزیز خود قضاوت کنید که در شرایط امروزه که همه در مبارزه علیه بیماری سرایتی و تقویت دادن چاره‌بینی‌های پیشگیری از پنه‌شوی بیماری عزم دارند، پس با عمل و رفتار چنین نفرانی که منفعت شخصیشان را از همه چیز حتی سلامتی انسان والا گذاشتند چی بها دادن ممکن است؟